بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم خدمت شما دانش آموزان خوب پای دهم، بچه‌های تلاشگر پای دهم در رشته ترجیح و ریاضی. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. اومدیم سراغ کتاب ریاضی، به صفحه 59 رسیدیم. درسمون توانهای گویاست. فعالیت چیزی گفته، من اونو چکیده‌اش میخوام بهتون بگم، به خاطر همین دیگه ننوشتمش، شلوغ باشه. چکیده‌اش میخوام بهتون بگم. گفته یه باکتری داریم، توی ثانیه اول وقتی یه دونه است، خب یه ساعت که بگذره 2 برابر میشه، یعنی رشد میکنه، تکثیر میشه، 2 برابر میشه. خب میشه 2/1. توی ساعت بعد یه ساعت که میگذره این دوتا چی میشن؟ دوباره 2 برابر میشن چی؟ 2/2. یعنی هر بار ضرب در 2 میشن. تو ساعت بعدی میشه 2/3. تو ساعت بعدی 2/4. همینجوری میره. در ساعت انوم تعداد باکتریایی که تکثیر شدن چی هن؟ 2/n میشن. خوبه؟ حالا اومده گفته که چیه؟ در هر ساعت تعداد باکتری ها چی شده؟ 2 برابر شده. به هر بار ضرب در 2 شده دیگه، ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 همینجوری. حالا یه نفر میاد میگه که در هر ساعت مگه نیست تو نیم ساعت چند تا باکتری میشه؟ این چی میگم؟ برای 1 ساعت 2 برابر شده، درسته؟ تو نیم ساعت چی؟ خوبه؟ تو نیم ساعت مید این یک قبول داره که 2/0. 2/0 میشه 1 دیگه. 2/1 2/2. ببین در از 1 ساعت چه 2/1. در از نیم ساعت میشه چی؟ میشه 2/1/2. بین 0 و 1 وسطش میشه چی؟ 1/2. ما میخوایم این 2/1/2 رو چجوری حساب بکنیم؟ ها؟ ببین بیایم بگیم تو هر نیم ساعت فرض کنیم بی برابر میشه. این یه تعداد دیگه، تعداد خاصی. فرض کنیم تو هر نیم ساعت بی برابر بشه. در 1 ساعت میشه چی؟ یعنی 2 تا نیم ساعت دیگه میشه بی ضرب در بی، یعنی چی؟ یعنی بی 2. این چیه؟ رشد باکتری در نیم ساعت. 1 ساعت میشه چی؟ 2 تا بی دیگه، بی ضرب در بی میشه. اینجا ضرب در 2 میشد، اینجا چیه؟ هر نیم ساعت بی برابر میشه. خب 2 تا الان بی که رفته یعنی 2 تا نیم ساعت، 1 ساعت باشه. بی/2 یعنی چی؟ یعنی 1 ساعت. رشد باکتری در 1 ساعت. خب در 1 ساعت چند بود؟ 2 برابر شده. بی/2 شده چی؟ شده 2. از اینجا بی میشه چی؟ بی میشه رادیکال 2. یعنی در هر نیم ساعت چقدر رشد داشته؟ رادیکال 2 برابر رشد میکنه باکتری ها. پس 2/1/2 برابر میشه با چی؟ رادیکال 2. درست شد؟ رادیکال 2. از این یه قاعده خیلی خوبی به دست میاریم. از این بعد مثلا وقتی میگیم که میخوایم رادیکال دیگه ننویسیم، این رادیکال ها تماما با توانهای گویا میتونیم نشونشون بدیم. میگیم 6/، این توانش 1/3. بعدی مثلا یکی دیگه، مثلا ریشه 4 عدد مثلا 8، این برابر میشه به چی؟ 8/1/4. خوبه؟ به این توان 1/2 مگه نیست؟ این چیه؟ ریشه 2 دیگه. این 2 مال اینه، اون یکم مال توان چیه؟ خود 2. به 8 توانش چیه داخل؟ 1. 8/1/4. به این صورت چیکار میکنن؟ نشونش میدن. این قاعده خیلی خیلی مناسبیه که شما خیلی از مباحث به راحتی میتونیم یاد بگیریم. خیلی خیلی دقت کردید توی فصل قبل داشتیم مثلا میگفتیم که n آ/n، میگفتیم آ میاد بیرون از این. چرا میاد بیرون؟ با قاعده همین توانهای گویا حل میشه. این برابر میشه با چی؟ آ/n انوم. درسته؟ خب انوم چی؟ یعنی 1 دیگه، مساوی میشه با آ/1 مساوی میشه با آ. ببینید یعنی با این قاعده به راحتی مباحث فصل قبل که یه ذره دنگ و فنگ داشتیم که این چی جوابش به دست میاد، به راحتی با توانهای گویا قابل حله.
خب پس اینو یادتون باشه، اینو من می نویسم براتون. یه قاعده ما اینجا یاد گرفتیم به اسم توانهای گویا که میتونیم خیلی از مسائل رو با کمک این توانهای گویا چیکار کنیم؟ حل کنیم. پس اگر ما می نویسم برای هر عدد طبیعی n که بزرگتر مساوی 2، چون فرضیه رادیکال از 2 شروع میشه دیگه، توان یک انوم عدد مثبت a چنین است. چجوریه؟ میگیم a به توان یک انوم اگه باشه مساوی میشه با چی؟ یه رادیکال. a رو بذار داخل، ریشش هم n میشه ریشه انوم a به صورت a به توان یک انوم نشون میدیم. حالا توی ادامهش هم گفته آ هیچ وقت نباید منفی باشه، آ همیشه مثبت باشه. آ که منفی باشه توان اینجوری نداره. اگه گفتی چرا؟ مثلا ما وقتی میگیم منفی 1 به توان 1/2 مساوی میشه با چی؟ مثلا اینو بذاریم 1/4 مثال. منفی 1 گفتیم ریشه 4 2 6 عدد منفی توشون قرار نمیتونست بگیره، به خاطر همین آ رو میگیریم چی؟ همیشه مثبت. آ رو فرض میکنیم چیه؟ همیشه عدد مثبتیه. عدد مثبت توانای گویا به خودشون میگیرن. خب این از صفحه 59 مون. بریم سراغ صفحه 60. تو اونجا قاعده کلی تر اینو میگن که اگه آ هم توان داشت چه اتفاقی میفته. بریم سراغ اونجا صفحه 60. خب میریم سراغ فعالیت صفحه 60. گفته هر یک از عبارت‌های زیرا به صورت رادیکالی نوشته و در صورت امکان حاصل را به دست آورید. 2 به توان 1/3 گفتیم 2 رو میبریم زیر رادیکال، این مخرج میشه چی؟ ریشه. 2 به توان 1/3. بریم بعدی. 5 به توان 1/7. 5 میاد اینجا، 7 میره اینجا. 3 به توان 1/2. 3 میاد اینجا، اینا 2 باید بنویسیم که گفتیم به 2 دی فرضی نمینویسیم. 6 به توان 1/4. 6 میاد اینجا، فرضه هم چیه؟ یا ریشه هم میشه چی؟ 4. 64 به توان 1/6. اینجا میشه 64، اینجا میشه 6. 64 ریشه 6 64 برابر میشه با چی؟ مثبت منفی 2. یعنی 2 رو 6 بار در خودش ضرب کنیم میشه 64. منفی 2 رو هم 6 بار در خودش ضرب کنیم میشه 64. 81 به توان 1/4. اینجا میشه 4، اینجا میشه 81. ریشه 4 و 81 هم برابر میشه با مثبت منفی 3. یعنی 3 4 بار در خودش ضرب بشه میشه 81. منفی 3 هم با 3 بار در 4 بار در خودش ضرب بشه میشه 81. خب این از این. بریم سراغ فعالیت بعدی صفحه 60. اونجا دیگه اطلاعات کامل تری بهمون میخواد بده. خب میریم سراغ فعالیت دوم صفحه 60. گفته حاصل آ به توان ام انوم که آ بزرگتر از 0 و ام و ان هم عدد طبیعی هستن حساب کنید. اگه یادتون باشه توی پای نهم داشتیم به این صورت میگفتیم مثلا 2 به توان مثلا 8. این مساوی میشد با چی؟ 2 به توان 2 به توان 4. یادتونه؟ میگیم توانا در هم ضرب میشن، 2 4 تا 8 تا. درسته؟ اینو میتونیم به همین صورت چیکار کنیم؟ انجام بدیم. نگاه کنید. من میگم آ به توان ام ان. خوبه؟ من میگم چی؟ اینو میگیرم آ به توان ام ضرب در 1 انوم. قبول دارید که ام ضرب در 1 انوم بشه میشه ام انوم. درسته؟ صورت در صورت، مخرج در مخرج. درسته؟ پس ام انوم میتونیم بنویسم ام ضرب در 1 انوم. ام ضرب در 1 انوم. درسته؟ خب اینم که بلدیم دیگه. آ به توان ام میره زیر رادیکال، این ان میاد چی میشه؟ میشه ریشهش. تموم شد رفت. یعنی یه قاعده کلی رو ما اینجا چیکار کردیم؟ به دست آوردیم. حالا چند تا نمونه مثلا حل کنم. مثلا کتاب گفته 2 به توان 2/3 گفته حسابش کنید. خب میگیم این